اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان از بین رمزهای پیشنهاد نموده رسامان، دیزاینران و استادان دانشکده دولتی صنعت تصویری و دیزاینری تاجیکستان رمز 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان را تصدیق نمودند. رمز مذکور در شکل مدور ترکیب بندی شده دور آن با زبانهای تاجیکی و انگلیسی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان و رقمهای 1991 2021 با رنگهای زرحلی نوشته شده است. در قسم مرکزی رقم 30 با حاشیه زرحلی با استفاده از رنگهای پرچم ملی و در قسم بالایی رقم یکی از رمزهای دولتداری تاجیکان تاج در زمینه کوههای پربرف جای داده شده است. قسم پایانی رقم هدفهای استراتژی حکومت جمهوری تاجیکستان را در بر گرفته با تصویر راه سه قبته اگریگات نیروگاه برق آبی راغون آبپرتا و نقب افادهگر دستاوردهای نظررس کشور می باشند. در قسم مابین درختان سرسبز دشت و پشته‌ها و باغ‌ها نشانه از رشد دهات بوده بیانگر طبیعت بیشتاسای کشور محسوب می‌یابد. تاج رقم 30 آسمان صاف و کوه‌ها از فضای صلح و ثبات تاجیکستان صاحب استقلال درک می‌دهند. وزارت و اداره‌ها، تشکیلات و مؤسسه‌ها، مقامات اجرایی حاکمیت دولتی، ولایت‌ها و شهر و ناحیه‌ها واسطه‌های اخبار عامه می‌توانند از رمز 30 سالگی استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان واسه استفاده نمایند.